خب امروز اومدم که طراحی لباس انجام بدم با الهام از ماه و حالا یک جورایی آسمون، ماه، ستاره. مانکن کشیدم همونجوری که میبینید، با شما رنگامیزی و طراحی لباس انجام میدم دیگه. حالا جزئیات و اینجور چیزا تا انتهای طرح. بریم که انجامش بدیم. خب اینجا اومدم که یقه‌ش رو طراحی کنم. اول یه یقه 7 باز براش کشیدم، ولی بعدش پشیمون شدم. حالا توی ادامه میبینید و حالتش رو تغییر دادم. به نظرم اون خوشگل‌تر و تو چشم‌تر بود. مطمئنم شما هم حالا با من موافق خواهید بود، چون اینجوری زیاد حس میکنم گیرا نبود. برای قسمت کمرش میخوام یک کمربند طراحی کنم، یک کمربند ساده. یه ذره از این کار قشنگا. خب اینجا همونجا بود که اولش گفتم که یقه‌ش رو میخوام تغییر بدم. اینجا داشتم تغییرش میدادم، دکولتش کردم. به نظرم تصمیم خوبی بود. آره دیگه. خب اومدم دیگه برای رنگ و آبی انتخاب کردم. حالا در ادامه تیره ترش میکنم. میبینیم یه زیرساز آبی روشن زدم. الان رنگ اصلیمو میخوام بیارم روی کار. یادم رفت چه راستی بهتون بگم، من کار دارم روی کاغذ معمولی انجام میدم و فقط هم با مداد رنگی دارم کار میکنم. حالا در ادامه میبینیم که چون با یه دستم فیلم گرفتم، حالا یکم دوربین این ور اون ور میشه. جایی که قراره تیره بخوره رو مشخص میکنم. اینجا دارم رنگ رو میزنم. جایی که باید تیره بشم با مداد مشی مشخص کردم، همینجوری که میبینید. اومدم تیرگی ها رو انجام بدم. جایی که از قبل مشخص کردم و تیرگی هامو میارم، همینجوری که میبینید. یه کاغذ تمیز بیارید، نصفش کنید بذارید زیر دستتون تا رنگ ها بقیه دفتر رو کثیف نکنه. بریم تیرگی ها رو انجام بدم. بچه همینجوری که میبینید سایه میزنه دورش تیره تر. اینجایی که الان دارم میزنم کمتر باشه تیرگی، یکم سایه. آقا پایین دامنش سایه بزنم. چجوری؟ اینو شبیه این کنیم. بچه اون تو خطایی که انداختیم اول برای سایه، اونا رو کنارش من تیره میکنم رو به بالا. پایینم تیره میکنم. پرتابی اون خط وسط های تیره ترش میکنم و یکم کناره هاش رو سایه میزنم. این سایه رو به بالا پرتاب میکنم.
رنگ ستارهش. رنگ ستارهش بهتر بود طلایی باشه تا زرد، ولی من نداشتم طلایی، خب برای همین از زرد استفاده کردم. بریم برای رنگ بالاتنه. زیر سینه رو همیشه همینجوری که دارم انجام میدم یه خط میندازم، 2 تا دورم تیره میکنیم، 2 تا دور لباس رو. بعد این مانکنی که کشیدم جستش رو همینجوری که دیدید سمت دیگه طرف شونش بالاتره دیگه، یه طرف شونه بالا یه طرف شونه پایین. نگاه کنید یه خط اینجوری کجه، درسته؟ از خط سینه‌شو با هم دیگه برابر نمیکشید، اینجوری کج میکشید جهتشو. اومدم سایه های کنار پهلوشو بزنم. بچه خوب دقت کنید که چجوری میزنم. سایه ها رو، تیره ها رو اینجاها کار میکنیم.有时